بد نگه دارم. عجب آدمایی هستن. این خواهر ما هم اصلا فکر هیچی رو نمیکنه. ببین رضا، من خوابم میاد اینجا، حواست هست؟ من عجب وقتی هم اومدم سر زوری. ببین من رضا اصلا همینجا ساکت بشین خب. اگه من خوابم برد تکون نخوری یا باشه؟ برو میشه برو. سلام ببینم اومدی بازی کنی با من. اسمت چیه؟ بگو ببینم اسمت چیه؟ من اسمم منوچره ولی همه من میگم منوچ. و شما اسمت چیه؟ به قربونت برم آقا رضا. به کیف میکنم. خب بیا من برات اسب بشم، سوار من شو. بابا آقا منوچه این کجا بودی؟ چی اومده؟ کجا؟ این چیه پشتشه؟ چی نوشته؟ لطفاً به مدت 2 روز از من نگهداری کنید. خب من عاشق این کارم. من نگهداری می‌دارم. ببینم این از کجا اومده؟ نه آقا بچه شما نباید بچه نگه دارین. میترسه بچه از شما. نه با ما اینجا مرد کودک برداشت. ببینم آقا وقت شوخی کردن نیستش. الان قضیه خیلی مهم شده. بچه اگه همینجا پیدا میشد یه چیزی الان این نوشته رو که نوشته خیلی قضیه مهمه. آقای کابوسی از کجا پیدا شده؟ آقای کابوسی این بچه اومده اینجا. این چی کار میکنه اینجا؟ نوشتهش هم پشتش نوشته که 2 روز لطفاً از من نگهداری کنید. خیلی خوب ببرش بیرون از اینجا. من حوصله دردسر ندارم. من نگرش میدارم عزیز من. میگم من به اندازه کافی تو این دفتر مسئولیت و بدبختی و بیچارگی و بحران داره. نمیخواد نگرش داری باشه. ببرش بیرون. آقا من میدونم این دسیسه است. آقای کابوسی یه لحظه اجازه بدید. من قبول دارم. من این نوشته رو که خوندم فکر کردم شاید دسیسه یه چیزی باشه. ولی شما اجازه بدید شاید هم شوخی باشه. ما که نمیدونیم که. این بچه رو جایی ندیدیش؟ مالی در همسایه مال بیمارای دکتر منور نیست جا بودی؟ من تو آبدارخونه بودم دیدم بچه داره دور خودش میچرخه. میگم این بچه رو ندیدی جایی؟ من نه. برش بذاری سر کوچه. آقا مگه زباله است آقای کابوسی؟ بچه گولی نگاه کنید این ماه میمونه. آقا جون من بچه ببین که بدونید بچه رو دوست دارم ولی حوصله دسیسه و بدبختی ندارم. رقیب داریم ما. از کجا که کار رقبا نباشه. من قبول دارم آقای کابوسی. ببینید آقای کابوسی بذارین حالا من نگرش میدم شما اصلا نگرش چی دارم. نه وقتی میگم نه یعنی نه. آقای کابوسی ببین یه لحظه اجازه بدید. من قبول دارم حرف شما رو. من میگم یه 2 ساعت صبر کنید. تو این 2 ساعت اتفاقی نمیفته. بمب که نیست منفجر بشه. همین که نوشته 2 روز از من نگهداری کنید این بودار بو میده. یعنی ببرید بذارید سر کوچه. یعنی شما دلتون میاد من اینو بذارم سر کوچه؟ عزیز من برای من کلک درست نکنید. به کار دست من ندید. من میخوام یه لقمه نون راحت نه شما راضی هستید من آقا من چرا برم بذارم تو خیابون؟ بذاری تو سطل زباله هستم. به من چه مربوطه؟ اینجا جای بچه نیست. این کلک تو کاره. بابا حس میکنم من نگر میدارم. من بذارم ظرف زباله. نه خیر من خودم شیرجه میرم تو ظرف زباله. این بچه گناه داره آقا. همون که گفتم تمام. ببرید سر کوچه بذارید. ببین منو بگرد شاید صاحبش پیدا بشه البته. ولی اگر پیدا نشد میذاری سر کوچه و میایی. چشم. تمام. ولی این نمیشه. من میگم حتما یه مشکل چیزی برای خانواده این پیش اومده. این بچه که اومدن بچه رو اینجوری رها کردن که یکی بره نگهش داره. حتما میدونی منم فکر میکنم که بالاخره یه مشکلی داشتم. وگرنه من میشه آدم جیگرگوشش اینجوری وسط خیابون ول کنه. تو راشی بچه‌تو ول میکنی؟ البته این کاری که ما کردیم یعنی بچه رو دم در گذاشتیم. من فکر کنم مسئولیت و عاقبتش خیلی بیشتر از نگهداریشه. اونم بچه به این بانمکی و بامزه‌ای. بچه بیمزه باشه میذارم تو خیابون؟ نه آقا جون من بریم پیش آقای کابوسی باش صحبت کنیم. شاید دلش رحم اومد قبول کرد.
آقا منوچهر به آقای کاووسی چی بگیم که دلش نرمش قبول کنه؟ نمیشه عزیز من. آقا جون من همین چیزایی رو که به من میگین برین یه ذره پیازشو داغ کنین. درسته که آدم سنگدلیه ولی اینو بهتون بگم آدم منطقی هم هستا. هر جو راحتی. ببینم اصلا ما اینا رو به شما نمیگفتیم که ما داشتیم ستایی با هم صحبت میکردیم. خب من چرا اینجا بساط کردیم بس آقا جون من؟ خب به شما هم میگفتیم. به شما هم میگفتیم. فکر بدی نیست. من میگم بریم حالا بابای کاووسی بگیم چی میشه. نیستش که میشینین چرت و پرتا رو میگی. ضرر نداره. منوچ برو این بچه رو برده بیار 2 روز مهمون ماست دیگه. گوگل مگولی منوچهر میترسه بچه آقا ساندویچش کنیم نمک بزنیم بخوریمش. سلام آقایون در شاد و خوش خرم دارید بچه بازی میدید. آقا منوچهر بچه شماست؟ آقا منوچهر بچه کیه؟ بچه نمیدونم به خود بچه کیه ولی این نمیدونم که درست مهمونه بچه آقا منوچهر به خوشگلی میشه. یادش بخیر فرید یه زمانی ما به این آقا سیاوش خودمون همین قدی بود. ای روزگار اینجوری میکردم گوگلی بگوری. چجوری میکردید آقا؟ گوگلی بگوری. چی بامزه بودی؟ اون موقع هم همین بود گوگل مگولی همیشه بوده. گوگلی بگوری. الان باید بگیم گوگلی بگوری. شما هنوزم بچه دوست دارید بابا؟ من بچه که خیلی دوست دارم ولی سیاه جون دیگه از ما گذشته دیگه. آقا اینجا رو بریم چیکار میکنه؟ من بی صبرانه منتظر اوامر شما. من نوه خیلی دوست دارم سیاه خیلی. سیاه گولی البته دستوراتو به موقع میدم. آقا من دارم به شما کم محبت شاید چیکارش کنید نازهار؟ اینو ناهید خان خود من یه کاری میکنم بلدم چیکار. یه داری که با هم دیگه آقا من دارم کم محبت میگیرم شما اینجا گولی بگو عزیزم ناهید خانوم. بله سلام. سلام علیکم. علیکم سلام. حالتون چطوره؟ خیلی ممنون. شما چطوری؟ حالتون خوبه؟ بله. چیکار میکنی؟ چه خبرها؟ هیچ. چه خبرها؟ شما از بیرون اومدی. من بیچاره از صبح پای اجاق وایسادم. چه خبر میخوای باشه؟ چی پختی حالا؟ پختم. چه بوبرنگی را انداختی؟ آره نخل لوبیاشم نپختنش. چی پختی؟ قرمه سبزی با نخل لوبیا؟ بابا میگم دیگه منباب حساد. خب سیب زمینیشو باید زیاد میریختی که بو خوب بهتر بده. خبر نداری کرفسم توش ریختم. عجب چیزی بشه قرمه سبزی. میگم ناهید خانوم. بله. شما که میفرمودید شرایطی رو من باید به وجود بیارم که جناب عالی از بی‌حوصلگی و افسردگی و کسالت تشریف بیارید بیرون. بله. چی شد؟ هیچی دیگه. خود گردن شکستم گفتم چی شد؟ نه. بله. این شرایط رو مگه نگفتم که میخوام واسط مهیا بکنم؟ بله فرمودین. حالا چه کردین؟ این شرایط مهیا کردم. شما مثلا چیکار کردین؟ ببین منو. بابا این همه دیدمت حالا دوباره ببینمت؟ نه نگاه آخه دور بر توی نگاهی بکن همینجوری نگو دیگه. دور برم نگاه کردم. چیو ببینم؟ اینجا یه نگاهی این طرف بکن آخه ببین چی میبینی؟ بابا سلام. گوگلی بگولی. سلام. گوگلی بگولی واسه آوردم. چقدر نازه. آره. این کیه؟ آخه بگردم. سلام. یه چایی بده تا بشینم داستانشو واسه تعریف کنم. میزون واسه تعریف. جدی میگی؟ باشه چای حاضره بتش بغل من. خب اگه بخوام به تو بدم خب اینو به تو بدم که چای خودم آماده از کابوسی دیگه نگو نه. سلام. دم چایی. آخه چه آب نبات خوشگلی داره. کوچولوه. من میخوام 3 تا مازت بخرم. چی میخواستی بخری؟ 3 تا میخواستم. 3 تا کابوسی برای 3 تا آب نبات میخری؟ حرفم میزنه. گوگلی بگولی. پس کامون بزنیم نه؟ بله بزنیم دیگه. پس چی؟
فرید بله، به جای که به اون عروسک ماسک بزنی به خودت بزن. بله خودش. آخه میدونین برای من رعایت بهداشت و تربیت کودک از همه چیز واقعا مهمتره. اول اصلا به نظر من این اصله. شما نمیدونین الهام کوچولو من چه جوری اینو بزرگ کرد. فوت اصلا با فوت اینو بزرگ کرد. به من داری میگی؟ من که یه آدمه که خانم. فرید بزن ماسکو بزن. بله ولی عارضم خدمتتون که آقای کاووسی یه جورایی خاله دارن الان لاف میزنن، چون الهام بچه بود 24 ساعته من یادمه دیگه با خاک بازی میکرد و محل ما هم خاکی بود اون باغچه‌هاش و اینا. و مادر من وسواس بود الهامو تمیز میکرد. الهام همیشه خاک بازی میکرد. مادر من وسواس بود. مادر شما میومد هلک میومد خونه ما الهامو تمیز میکرد دوباره میرفت حرفایی میزنی. نه من میخوام بگم که اون موقع امکانات نبود. شما چرا ناراحت میشی؟ عین گل الهامو به من داری میگی؟ شما کاووسی فکر کنم کاووسی ببخشید خیلی عرض میخوام. شما چرا خودتون به قولی بچه‌ها گفتنین ماسکتون رو نمیزنید؟ ما فقط بزنید. بله من برای چی باید ماسک بزنم؟ نده نشد. توجه نکردی شد. اگه بهداشته و قراره بهداشت باشه بعد هممون بهداشتی باشیم. یعنی چی؟ یعنی ایشونو بنده و ایشون همه بزنیم شما بزنید دیگه. بله. خب من با شما بنده بزنم ارعر مثل درخت ارعر جلوی شما بکشینم بفرمایید. مثل درخت کافین ارعر. فرید ماسکتو بزن اولا بعدم انقدر صحبت نکن. چشم. آقای کاووسی شماها با من خیلی فرق دارین. شما از تو خیابون میان صبح تا شب آلوده با این آلودگی سر کار دارین. خب میکروب دارین. وقتی میایین تو این خونه ندیدین میرین دوش میگیرین دست و پاتون رو میشورین بعد میان میشینین اینجا. فرق داره تا من که من دست و پام صبح تا شب تو آبه. میگی سرکار آقا تیکشون انداختن. خانم کاووسی باز دو مرتبه ما رو گرفتی ها. نه باور کنی خب فرق. خب اگه اینجوری باشه که مام صبح تا الهشون دستمون تو کاغذه تو دفتر. از صبح تا الهشون ما تو اون مطالبمونم که آب میبندیم آب و کاغذ با هم دیگه ترتیب. من اتاقم 24 ساعته دم آبدارخونه است رفت آمد دارم. اگه اونجوری هم باشه منوچهر هم چیز باشه دیگه. منوچهر الان بعد استریلیزه باشه. صبح تا شب دستم تو آبه. من با منوچهر دست شما درد نکن. من جسارت نکنم. آقا زنگ میزنم. کجا بود؟ باز کن فرید میگه زنگ میزنم. خیلی بده. سلام علیکم. سلام. این چیه؟ سلام. می‌بینی چی واسه ببخشید. سلام. آقا همایون آقا سیاوش ببخشید دست شما درد نکنه زحمت کشیدید خیلی ممنون. لطف کنید اگه می‌خواید اینجا بمونید ماسکا رو بزنید برای رعایت بهداشت. ممنون. منم با نظر شما کاملا موافقم. اینجا هست یه دونه چون برای نزدیک شدن به کودک و بهداشتش حتما باید از این ماسک استفاده واقعا ممنون که شما اینو میدونید. لطف کردید تشریف آوردید. ببخشید مزاحمتون شدیم. ما خونه بیکار بودیم گفتیم بیایم هم بچه رو ببینیم هم اگه کاری از دستمون برمیاد انجام بدیم. ببینید ماسکتون رو بزنید خواهش می‌کنم. ببخشید. آخه خانم کاووسی من میگم اگه این ماسکو من بزنم بچه یه موقع زهره ترک میشه. همینجوری هم زهره ترک میشه. فکر کرده خیلی خوشگل و خوشتیپه. مامان اینجا من شبا کابوس تو رو میبینم ولی من با این قیافه دیگه اصلا فراموشت نمی‌کنم تو خواب. من یک سری کتاب‌های مربوط به کودکان دارم اگر نیاز بود میارم خدمتتون. در مورد روانشناسی کودک؟ بله روانشناسی. واقعا خیلی عالیه. البته من یه مطالعات دارم ولی خب هر چی بیشتر بهتر. دست شما درد نکنه. بابا آرامش بخش در رو باز. اصلا ببین که دهن پر کنه بیوک. ماسکتو بزن. بله خالت که نیست اینجا در میزنی. سلام علیکم. سلام. حالشو بپرسم ببینم حالش بیا عزیزم بیا اینو باز کن بیا کارتو باز کن. نه ببخشید بیا اینو بزن دادم نزن همینجور. سب کن ماسکشو بزن ماسکتو. یا اصل من همین عقب میبینم اومدم ببینم فقط بازی میکنه میخوره چی بشینیم بخوره. والا آب هویج خورده شیر عسلشو خورده شیرموزشو خورده یه ساعت دیگه هم حریر بادوم داره برای شامش هم خوراک ماهیچه بخوره. 2 ساعت دیگه هم منو میخوره. فرید ماسکتو بزن خواهش میکنم. اگه منم یه دونه چسبونم پشتم بگم از منم 2 روز نگهداری کنید واسه منم این چیزا موتونه نه ماهیچه. برای ایشون اجازه بدید من بگم 2 تا نون سنگک رو تلیت میکنیم تو استکان میدیم ایشون بخورم. کاری که با مام کردن بچه بودی. فرید ماسک بله نون تلیت میکنیم خیس میکنیم نونو بیا بخوریم. آخیش بگم فرید
چطور فردا ما بچه رو بیاریم خونه نگه داریم ها؟ بچه رو بیاریم خونه نگه داریم که چی بشه؟ خب خیلی خوبه، بالاخره یه تجربه است، به درد آینده‌مون هم میخوره. به چه درد آینده‌مون میخوره؟ خب به درد میخوره، برای اینکه اگه بخوایم یه روزی بچه دارشیم در عوض تجربهش اون وقت اینطوری کرد. الهام جان نمیخواد تجربه کنی بابا جان. خب نمیخواد تجربه. من خودم تجربه بچه داری دارم. تو رو بزرگ کردم واسه 7 پشتم بسته. چجوریه؟ نمیدونی چجوریه؟ نه بگو ببینم. شیر خشک میخواد بچه، مدرسه میخواد، بازی میخواد، پارک میخواد، بیخوابی میخواد، فلاکت میخواد، بدبختی میخواد، اینور میخواد، اونور میخواد، اینجوری میخواد، اونجوری میخواد. بازم بچه میخوای؟ آره. هر جور راحت. نهایت خانم اجازه مرخصی میفرمایید خانم؟ کاری باری امری فرمایشی؟ بفرما این هم سر رات بخر و بیا. چیه؟ لیست وسایل بچه. اینا چیه؟ میگم لیست بچه خواب الان بیدار میشه. میگم اینا چیه؟ بابا اینا رو بخر بیا برای بچه میخوام دیگه. تخت بچه واسه چی؟ واسه خودم. واسه چی؟ خودت که بچه دیگه. خودت که داری تخت. من برم رو تخت بچه بخوابم. خب برای بچه میخوام دیگه. خانم بخوابونیش رو تخت من که آرتروز دارم رو زمین میخوابم میدونید بخواب رو جای من. این بچه قراره 2 شب مهمون ما باشه 2 شب. مگه قراره یه عمر پیش ما باشه که برم واسش تخت بچه بخرم؟ بفرمایید. دلت میاد آخه این به طفل معصوم از داشتن یه تخت ناقابل محروم کنی دلت میاد؟ چی خانم این لیستی که شما مرقوم فرمودید میزنه بالای 380 تومن؟ آخه تخت بچه، کالسکه بچه، چی دوچرخه بچه، پشبند بچه، پشبند بچه دیگه. اولا که من خود من پشبند ندارم، خود شما ندارید. ببین من میدونم چی نوشتم، خودم اینا رو نوشتم دیگه. بعدش من الان کار دارم، باید برم غذای بچه رو آماده کنم. بیا بگی بخر بیا دیگه، تو که اخلاقت اینجوری نبود که الان بامیش گرسنه است. خانم کاووسی مگه در جریان نیست شما؟ مجله با بحران طرفیم ما. من ورشت هستم 380 یه دفعه دیگه بگی بحران جیغ میزنم. جیغ. خب اگه جیغ بحران حل میکنه من پامو گذاشتم بیرون، شما بیشین اینجا هی جیغ بزن واسه خودت. هی بشکی بچه رو بیدار نکنی هی جیغ بزن. حیف که بچه بیدار میشه. بلکه انشالله جیغ بحران حل کنه. حیف که بچه بیدار میشه. خداحافظ شما. خداحافظ. بخری ها. چند؟ یه تخت بچه یه زپرتی 60,000 تومن؟ چه خبره؟ سلام آقا همایون. به به سلام حمید جون، حالت چطوره؟ خوبی؟ سلام از ماست. خیلی ممنون خوبم. چه خبر؟ شما چه خبر؟ هیچی. میدونی آقا من چرا قراره یه شب ببره بچه نگهداری کنه؟ جدی؟ بله دروغم چیه؟ تو از کجا میدونی؟ از اونجایی میدونم که قرار بود یه شب شما و آقا سیاوش برید بچه نگهداری کنید. واردی یا؟ مخلصتی. تو خودت یه پا خبرگزاری ما نمیدونستیم. چیکار کنیم دیگه آقا همایون؟ فقط میخواستم بهتون بگم این آقا منچل صلاحیت نگهداری از بچه نداره. بالاخره خودتون میدونید که ایشون بچه نداشته، خودش با پدر مادرش زندگی میکنه، یعنی خودش بچه پدر مادرشه. این چه قشنگ شد. بله خیلی قشنگه استاد. ها دارم حرف میزنم ها. عکس میبری؟ چی گفتن؟ بله البته دقت شما به حرفای آدم خیلی قشنگتره استاد. کپل چیه؟ آها به 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 چه قشنگ درست کردی. آفرین. او در زدن. بریم در وا کنیم نیفتی. او کی؟ سلام. سلام. خوبی؟ چه عجب. حالت خوبه همین؟ خیلی ممنون. خوب هستی خانم کاووسی؟ ببخشید. چی شد؟ به پا چی چسبیدی؟ بفرمایید تو. خیلی ممنون. متشکرم. خب چه عجب این طرفا اومدی؟ عجب نباشی اومدم راستش یه موضوعی رو بهتون بگم، حال بچه رم بپرسم. بفرمایید. چه موضوعی؟ خیلی ممنون. راحتم من. یه موضوعی هست فقط ببخشید میخواستم بهتون بگم این بچه رو شما چون خوب نگه میدارید، صلاحیت نگه داشتنشو دارید، این بچه امانته. بعد مثلا میگم یه موقع خدایی نکرده کسی دیگه ندید نگرش داره، شما خوب نگه میدارید اینا بدید کسی دیگه، چون امانت الان پیش شماست دیگه. چی شده؟ بیا بغل. شیشه رفته تو پاش. شیشه رفته. ببینم پاشو. ببینم بشین لپاتو. به غیر از شما
چی شده ها؟ پاشی خوب میشه بله به غیر از شما با آقا فرید و خانومشون و آقا همایون و آقا سیاوش میخواستن این بچه رو نگر دارن. بعد بله بعد هیچی دیگه، فقط میخواستم بهتون بگم که یه چند وقتی، حالا نمیدونم شما دفتر تشریف بردید تازگی یا نه، ولی از آقای کاووسی بپرسید حتما بهتون میگن این پاش این صورتش یکم دون شده اگه دقت کنید. بله قبلا نبود؟ نه یه چند وقت من همیشه میرم اونجا نبود، تازگی اینجوری شده. فقط گفتم بهتون بگم که این بچه مثلا یه موقع اگه پیششون بمونه احتمال داره مریض بشه، چون شما هم خیلی احترام میذارید به اصول بهداشتی و این چیزا رعایت کنید. گفتم که این بچه چون امانت پیش شماست یه موقع اتفاقی واسش نیفته. شد گفتی؟ حتما. چی میشه؟ بفرم قربان نمیدونین همه کارا ردیف، تخت پشه بند بار زدم توی وانت سری و سر منزل شما. دست درد روزگار پشه ها سیاست قربان. دست درد نکنه. ای داده. بله. الو کاووسی سلام. ببین منوچهر اونجاست؟ بله چطور مگه؟ ببین بیا از نزدیک خوب نگاش کن، ببین تو صورتش جوشموشی چیزی میبینی؟ جلو بینم. چرا اونجوری نگاه میکنی؟ جلو بینم. جلو برای چی؟ من که جلوتونم. جلو میدونم. خب واسه بخود به جون شما من کارم پش و اینا رو زدم رفت. بی جلو میگم. آقا واسه چی؟ نمیاد آقا بی جلو کارت دارم. چیز نکنم. بفرما. یه دماغ داره به اندازه یه گلابی که اصلا جوشه در برابرش هیچی نیست. داره آره بغل دماغش یه دونه. ببین کاووسی هر چه زودتر از اتاقت بیرونش کن، بعدش هم خودتو با بقیه همکارات سریع باید برین آزمایشگاه. من دیگه برای چی برم خانم؟ خب آزمایشگاه برای دادن آزمایش دیگه. یه وقت ممکنه سرخکی، مخملکی، حساسیتی یه چیزی گرفته باشین. خودم هم فردا میام سرکشی میکنم ببینم واقعا رفتین یا نه. ببین در ضمن اگر این آقا منوچهر بخواد بازم اونجا کار بکنه حتما باید رعایت بهداشت رو بکنه. خانم دست برداری؟ یعنی از این به بعد باید حتما موقع کار روپوش بپوشه، دستکش دستش بکنه، کلاه بذاره و ماسک بزنه که یه وقت شماها مریض نشین. اگه تو فریدم بگیرین من مجبور میشم که شما دوتا هم تو خونه راه ندم. همین. خداحافظ. قربان ببینید بهداشتی شد از نظر پوشش، از نظر پزشکی. اگر نظری دارید بگید. یه پارچه آقا شدی منو. وقتی 4 ستون بدن قرص باشه، درست باشه، هر چی که به تنش بپوشونن زیباییش حرف نداره، حتی گونی. خیلی خوب حالا حرفتو بزن. قربان همش تقصیر من بود. اگر من این بچه رو سر اون کوچه ول کرده بودم اومده بودم این گرفتاری ها میومد سرمون. خدا کنه که اینا پیداشون بشه بابا جون من. خب همه این کارا تقصیر توست دیگه. منم به روز سیاه نشستم. من کم خرج کردم. تو ببین با این بحرانی که این هفته نامه رو به روه و این وضعی که داریم اینم شد قوز بالا قوز. من چیکارم؟ تخت بچه، دوشک بچه، لباس بچه، ظرف بچه، دوچرخه، تلویزیون. من چیکارم که این خرجارم بکنم؟ چقدر ما در اومد داریم سرتا؟ میگم قربان امروز شما فکر میکنی سر کله این پدر مادر این بچه پیداشون میشه؟ امیدوارم پیدا بشه. ببین چه خرج مخارجی برای من بالا آوردن. مگه امروز قرار نیست آخر وقت مهلت 2 روزشون تموم بشه؟ باید قاعدتا سر کله صاحب بچه پیدا بشه. انشالله که پیداشون میشه آقا، هیچ نگران نباشید. همونجوری که ما برای این بچه ناراحتیم اونا هم ناراحتن. انشالله که بیاین بچه رو ببرن ما رو هم راحت کنن آقا. انشالله. شما هم دم در مواظب باش، اگه کسی پیدا شد خواست این بچه رو ببره به منم یه ندایی رو بده. اصلا نگران نباشه قربان، عین قرقاول دم در وای میستم به چشم. بنفشه کدومه؟ سلام آقا مندیشه. ممنون، متشکرم. به به از ظاهرتون هم پیداست که حسابی بهداشت رو رعایت میکنید. به لطف سرکار. خواهش میکنم. یه وقت رو خدا از دست من ناراحت نشینا. خب میدونی شما یه جورایی در ارتباط مستقیم با تغذیه این افراد هستین. اگه یه وقت بهداشت رو رعایت نکنین خب بد میشه دیگه. بله. جواب آزمایشاتتون هم اومد، شکر خدا همه سالمین. و اگه یه وقت دیفتری، مخملکی، سرخکی میداشتین وقت تکلیف ما چی بود؟ واقعا
خب با اجازتون من یه صبرم پیش آقای کاووسی. بفرمایید. خواهش می‌کنم. زنبوره. حالا این چجوری بوسه داشت؟ خب نوشتی کاووسی؟ بله. شامپو بچه، پودر بچه، پوشک هم لازمه. پوشک که خانم دیروز خریدم واسش که بابا اونو انداختم دور بی خودی بود. دور؟ آره بابا زبر بود. ببین چرا پوسته این بچه لطیفه. خب زخم میشه پوستش. خانم پول داده بودم پاش میذاشتی یه جایی عوضش میکردم نر بشه واسش خب وقتی یه بچه تنی یه بچه دیگر من چیکارم با بحران طرفی میگم بفرمایید پول نداریم میدونیم سلام بفرمایید. ببخشید بابا این کتابای روانشناسی کودکه که گفته بودید من تهیه کنم من تهیه کردم. دست شما درد نکنه زحمت کشیدی. بیا بذار اینجا. امروز 2 روز مهمون بودن این بچه تموم میشه. نه یکی نه 2 تا رفتی 1000 تا کتاب روانشناسی کودک آوردی. کی فرصت داره اینا رو بخونه آخه؟ دیگه گفتم دست درد نکنه ولی شاید لازم باشه دیگه. دست شما درد نکنه. ممنون. خیلی ممنون. دست شما درد نکنه. خواهش می‌کنم. خب ببین اگه حداقل یکی از این کتابا رو خونده بودی میدونستی چجوری باید با بچه برخورد کنی. کدوم بچه؟ سیاوشو میگم دیگه. بچه؟ خب بالاخره بچه بوده بزرگ شده. چجوری بود صداش؟ چجوری بود؟ نایت خانم پس شد پودر بچه، شامپوی بچه و پوشک. بله درسته؟ کاووسی بله امروز پدر مادرش میان میبرنش. بله قراره بیان ببرنش. اینو بخونم والا بگوری شیطون همونجا شیطون با نمک هم بله من دو تا شکلات میخوره یه دونه شکلات. این مال کیه؟ حالا بگو این مال کیه؟ این مال کیه؟ از پدر مادرش چه خبر کاووسی؟ تا حالا که نیومدن که. میگم اگه یه وقت پدر مادری اصلا در کار نباشه چی؟ نمیدونم. یعنی چی نمیدونم؟ آخه من چه میدونم؟ من فقط میتونم بگم که اگر پدر مادرش پیدا نشن فقط مصیبت و بدبختیش گریبان ما رو خواهد گرفت. همین. ایداد بیداد بردار بچه بازی کن. این مال کیه؟ رسیدی. سلام خیلی شما خوب هستی شما. فرید اینجاست. پیش هم فرید. سلام. سلام فرید جون. سلام خاله جون. احوال شما خوب هستید؟ ارادتمندم. خوب هستید شما؟ قربان شما. بوی بله من یه فکر خیلی خوبی کردم. چه فکری خاله؟ میگم که تو الهام که دوست داشتین اینقدر بچه رو نگه دارین از همین امشب ببرین نگهش دارین. چه آرومه. خاله این چه حرفی شما دارید میزنید؟ الهام برگشته من میگه فرید تو خودت بچه‌ای من میخوام تو رو بزرگ کنم برای هفت پشتم بسه. بعدش ما کارهای بهداشتی بلد نیستیم بکنیم که بس برای بچه مریض میشه. ای کاش ولی بلد بودیم. بچه رو نگه داری؟ نه کارهای بهداشتی بلد بودیم. بله. گوجی نکن بچه میترسه. چرا میترسه خاله من چمه؟ نه آخه قیافتی همش درشتی. نه که شوهر شما خیلی کوچولوه من درشتم. خود ترسید رو شما برکت بچه. آخه آره چیزی نیست کارتو بکن. سلام. حال شما خوبه؟ ممنون شما خوبی؟ سلام کردی به عمو. میگم که شماها که خیلی دلتون خواستین بچه رو نگه دارین میخواین از همین امشب ببرین نگهش دارین؟ میخواین؟ نه چرا که من اون کتابای مربوط به روانشناسی کودک رو هنوز مطالعه نکردم. مطالعه کنم؟ باشه پس حتما مطالعه کنی. آقا هوی نکنی کارا چیه؟ من که آدم گندم ترسیدم وای به بچه. خیلی خوب پس سریع مطالعه کنین به خودتونم برسی. سلام آقا منچه.
احوال شما سلام، حال شما خوبه خانم؟ خسته نباشین. آقا منشیر شما هنوزم احساس تنهایی میکنی؟ خانم دیگه نه. خب حالا میگی چی کارش کنی؟ به نظر من دو راه ما بیشتر نداریم، یا تحویل شیخالگاش بدیم یا اینکه یه آگهی چاپ بکنیم تو روزنامه. مثلا چه آگهی؟ یه آگهی چاپ بکنیم با عکس و مشخصاتش بدیم ببینیم بلکه پدر مادری صاحب بچه پیدا بشه دیگه. چیکار میتونیم بکنیم؟ آره بد فکر نیست، موافقم. فقط یه آگهی تو یک روزنامه‌ای که خیلی بیشتر همه میخرن میخونن، اگه موافق باشی. یعنی تو روزنامه خودمون ندیم؟ نه یکی که بیشتر میخونن. باش قبوله. قبوله؟ آره قبوله. خیلی خوب. ببین آره یه دقیقه بشین اینجا. همایون ببینیم الان میخوام بیان عکس بگیرن. عمو همایون بیاد ازش عکس بگیری، یه عکس ازش بگیر. عمو همایون یه ازش یه عکس بگیر. بله همایون جان سلام. یه عکس درست حسابی از این بچه بگیر. از من نگیری آقا همایون. خب چجوری پس بگیرم؟ اینا اینطوری بگیر، اینجوری از خودش تک بگیرم. بچه چشم. آگهی بدیم تو روزنامه. عمو گوگولی بولی من نگاه کن. بخند آفرین. چی شد؟ کابوسی نگرد نداشت کوپا شد. همینجا بودی؟ جایی نرفتی؟ خب آفرین بشین. ترسیدم مگه نه؟ الان تو جایی نرفتی؟ نه؟ بهت موزینا ندادن بخوری کله پاچه؟ ماهیچه؟